شما بخیر مردم شریف تاجیکستان. زیاده از 250 نفر غیر نظامی از دست تروریستایی که امروز حکومت سوریه در دستشونه کشته شد. غیر نظامی شهروندای عادی در تلگرام شخشون میمونن. میگن شو که از پرزیدنتی حضرینا لیدری حضرینا روزی هستین نمیگه پرونده سانشون. تلگرام آده بدرین ای جایسته من همه چی را دیگه ایشون میتم. بله بسیاریت میگن ایسو قفایو غزه فهمو ما میفهمیم ما در سوریه چی را کرست. سوالتون را جواب میتم. ما باید مردم ایشون بدم بانوم مخالف کیو را دستگیری کیسه و چی میخواه در جمهوری تاجیکستان. ما یه بار شتش خورده یا میخلاست هموطنان عزیز ای دستی نزدیو تلگرام بدرین دیگه من هر روز هر چی میپارتم 18 پلوس در روی اکران دیده سین چقدر تریتوری سوریه در دستی فاشیستی اسرائیل 5,500 سپیس پیش یکی تیار هستن در تریتوری سوریه هستن. دهنشون آواز نمیکنن میترسن. و امروز پرسا تماشا کنین در تلگرام زوری تکاریشو زوری بانوم مجاهدو مردم عادی دا میرسن. قطعشون که ایگن رنگ سگ میگه دود بزنه. دیدیسی با روسیسکی فدراسیا هزارو نوبولیغو را کلونسالو را جو کرد 3 وقت یک سوک خلیبی گرم. بعد میگن که روسیسکی فدراسیا ضد اسلام است. نه ما واجد میکنم روسیسکی فدراسیا را بسیاری من کورنمک هستیم. اگر روسیسکی فدراسیا ضد مسلمانان میبود امروز بخا تیوی و محمد تیوی و شیطان تیوی و دیگه در تریتوریشون میلیاردو کار میکنه که نالوگ نمیسپاره که لیسانس نداره. بانوم مخالف ما دیدیم شما کیو را دستگیر میکنید در ماه شریف رمضان در هر یک نمازتون در حق حکومت جمهوری تاجیکستان دعاگو باشین که در پشت خور نزنن. باور کنین پرسا تماشا کنین یک فکر کنین کی هستن بانوم مجاهدو زوری بانوم مجاهدو مردم عادی دا میرسن. یا جان تشکر.